شما برای مردم شریف تاجیک در این روز عید سعید فطر چه آرزو چه تمنیات دارید؟ سلامت باشید. اولا که عید رو به همه مردم تاجیکستان و به همه مسلمانان جهان تبریک میگویم. دوم اینکه امید آرزو دارم که در این روز سعید، در این روز مبارک همه مردم تاجیکستان خوشحال و خرسند باشند و انشالله که دسترخوان‌های آنها پرخیر و پربرکت باشند. انشالله که دعا میکنیم در این روز که همه مردم مظلوم تاجیکستان، همه زندانیان سیاسی تاجیکستان دیگه آینده را در آزادی و در یعنی در خوشحالی در نزد خانواده ها جشن میگیرند. انشالله ما را امیدواریم. سلامت باشید، زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا همه مسلمانای جهان را به عید سعید فطر تبریک میگویم و در برابر دیگر مسلمان ها خاصتا مردم مسلمان تاجیکستان را نیز تبریک گفته برای وطن عزیز، برای مردم عزیز بهترین نیکی‌های دنیا و قیامت را خواهان هستیم و دعا میکنیم که به خاطر این روز پروردگار در کشور ما یک فهمی بین مردم و اتحاد بین مردم تاجیکستان را خدای تعالی پیاده بگرداند و کینه و عداوت را از دل مردم دور کند و برای پیشرفت و برای آینده تاجیکستان همه میان بندند و با هم دوستانه کاری را انجام بدهند که هم به فایده این دنیا باشد هم به فایده قیامت. البته این روز خرسندی است و امید داریم که همه با دعا باشند که مردمی که از این خرسندی ها محرومند آنها هم آزاد باشند و در برابر دیگر مردم در این دنیایی که کوتاه است و آنقدر زیاد نیست عمر خود را با خرسندی و با جمع دوستان بگذرانند و خدا کند که در آینده مردم ما هم به مانند دیگر مردم های با دیانت، با درایت و با تمام آن نیکی‌های اخلاقی که برای انسان هست یکی با خود داشته باشند و برای دیگر ملت‌ها نه اینکه مسئله مضحکه بلکه نمونه عبرت باشند و خدا کند که همه ما و شما با تا رمضان آینده باشیم و با در خدمت خلق خدا و دین خدا باشیم. السلام علیکم و رحمت الله. اولا به همه هموطنان عزیزم و مخصوصا برادران زندانی سیاسیون این عید سعید فطر مبارکباد میگویم و آرزو دارم که انشاءالله برادران ما از زندان آزاد شوند در سالهای من بعد. ملت تاجیک این عید با خوشحالی و با سرافرازی و در یک کشور آزاد و دموکراتی و با پیروزی انشاءالله یعنی ملت تاجیک بر این ظلم جشن میگیرن. انشاءالله مبارک باشد به همه هموطنان از این بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این عید سعید فطر عیدی که واقعا هم چند خرسندی دارد برای جمع کردن و گرفتن پاداش یک محض زحمتی که مؤمنان مخلصی به خداوند برای خاطر خداوند از همه خواهشات و از همه خواسته های خودشون دست کشیدن و یک مهره با طاعت دهن بستن، با دور شدن از تمامی خصلت ها رفتارهایی که نادرست است و تقویه روحی و تزکیه نفس مشغول بودن که در این روز انشاءالله پاداش او را میگیرن. این عید را و این پاداشگیری برای شما و برای هموطنان عزیزم تبریک و مبارکباد عرض میکنم. خوب دیگر خرسندی است و خداوند تبارک و تعالی
برای بندگانش خرسندی را یک نعمتی بسیار هم گران قرار داده است. برای هموطنان عزیزم پیش از همه میخواهم که آرام و آسوده باشند، خب در یک فضای آزادی و در یک فضایی که میتوانند از آزادی خودشون، از استقلال کشور خودشون، از اندیشه های خودشون، از جشن و مراسم هایی که ملی و دینی و مذهبی که دارن آزادانه استفاده ببرند. و خداوند تبارک و تعالی کشور ما را و دیگر سایر کشورهای عالم را، مخصوصا کشورهای جنگ زده که در شرق اسلامی یا که در خاور مسلمانی رفته است، خداوند آرامی و آسودگی را نصیب شو بگرداند و برای هر یک خاندانی مسلمان، مخصوصا خاندان تاجیکستانی، بخت و سعادت، پیروزی و خرسندی بر دوام را تمنا دارم.